سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم از هر کجا که صدای من رو میشنوین حالتون خوب و خوش باشه. بریم سراغ ادامه فصل دوم و توی این ویدیو میخوایم راجع به overlapping terms صحبت بکنیم. اون ترم هایی که توی ادبیات روانشناسی خیلی جاها به جای منتالیزیشن استفاده میشن، خیلی جاها برخلاف یا متضادش هستن و یه جاهایی یه همپوشانی هایی از نظر معنایی با هم دیگه دارن. اولین ترم کورذهنی یا مایند بلایندنس هست که این مفهوم رو همگی ما در ارتباط با اوتیسم شنیدیم. همونطور که کوهن 1995 این موضوع رو به عنوان نقص بنیادین اوتیسم ازش یاد کرد، ما این ترم رو در تضاد با منتالیزیشن میدونیم. یعنی چی؟ یعنی اون فردی که اصلا هیچ آگاهی از حالت ذهنی خودش نداره، ولی نکته مهم اینه که این حالت میتونه در شرایط هیجانی خاص برای همه ما اتفاق بیفته. مثلا اگر که یه آسیبی یه شخصی به ما زده، طی تجربه یک تروما ما به یاد یه شخص خاصی میفتیم، انگار در مقابل اون شخص، در ارتباط با اون آدم، ما انقدر گاهی وقتا توانایی ذهنی سازی و منتالیزیشنمون کم میشه که اصلا به همین کور ذهنی به صورت موقت ما مبتلا میشیم. ذهن خوانی یا مایند ریدینگ، همونطور که گفتیم تعریف کوهن از کور ذهنی عدم توانایی فرد برای خواندن ذهن دیگرانه، ذهن خوانی در حیطه نظریات ذهن به این معناست که ما فعالیت ذهنی انجام میدیم برای استنباط حالات ذهنی دیگران. و خیلی جاها گلدمن این مفهوم رو با ذهنی سازی معادل میدونه. اما از دو جهت بین این مفهوم و ذهنی سازی تفاوت وجود داره. توی ذهنی سازی یا همون منتالیزیشن، ما هم برای خود این فعالیت رو انجام میدیم و هم برای دیگری. این ذهنی خوانی تمرکزش روی دیگری هست و تفاوت دیگه‌ای که وجود داره، ما اینجا هیچ درگیری، هیچ فهم هیجانی نداریم. ما ذهن خوانی انجام نمیدیم که ببینیم علت هیجان چی بوده یا اصلا هیجان رو بفهمیم. اما یکی از اهداف ذهنی سازی همیشه برمیگرده به فهم هیجان و انگار که توی ذهنی خوانی بیشتر ما تمرکز اصلیمون اصلا روی بحث شناخت هستش. پس تفاوت‌ها ذهنی سازی هم خود و دیگری و درگیر هیجانات، اما توی ذهنی خوانی یه فرآیند شناختی که متمرکز بر دیگری. خب بریم سراغ Theory of Mind یا نظریه ذهن و برای اینکه بتونیم مرزش رو، تفاوتش رو با منتالیزیشن بفهمیم، شاید نیازه که یه تاریخچه کوچیکی رو راجبش بررسی بکنیم. این عبارت نظریه ذهن در روانشناسی رشد ریشه داره و اولین بار توسط پریماک و وولورف در 1978 برای فهم شناخت اجتماعی در شامپانزه ها بیان شد و این مسیر ما رو رسونده به فهم رشد ذهنی نوزادان و این رو به ما میگه که اول باید یه رشد شناختی در ذهن اتفاق بیفته تا بعد من بتونم به ذهنی سازی یا منتالیزیشن برسم. و این رشد شناختیه رو ما گذر از یه آزمون فالس بلیف میدونیم یا حالا اون باورهای غلط. این آزمونه چیه که بارها و بارها هم شنیدیمش. این که مثلا یه کودکی ما بهش این آزمون رو نشون میدیم، میگیم که این بچه با مامانش از خرید اومده و شکلات‌ها رو مثلا گذاشته توی کیسه سبز رنگ، میره بیرون که بازی بکنه و بعد مادرش میاد شکلات‌ها رو
میذاره توی مثلا حالا کیسه آبی رنگ. وقتی که اون بچه از بیرون میاد داخل خونه، اولین جایی که دنبالش میگرده برای پیدا کردن شکلات‌ها کدومه؟ خب طبیعتاً باید بتونه بسنجه که بچه وقتی که مادر داشته شکلات‌ها رو جابجا می‌کرده غایب بوده و باید بره سراغ این کیسه اولی که آخرین خاطره‌ای هست از جای شکلات‌ها. حالا اینجا این یه آزمون کلامیه، اما الان آزمون‌های کلامی دارن و به ما نشون میدن که حتی بچه‌های 15 ماهه هم توان فهم نظریه ذهن و ارتباط بین ذهن و رفتار رو دارن. و یه جنبنده‌ای بکنیم، اینکه نظریه ذهن ما رو برای ذهنی سازی در بزرگسالی قراره که آماده بکنه. در زمینه رشد و کاربرد نظریه ذهن 3 نظریه رقیب وجود داره. نظریه اول نظریه پیمانه‌ای یا مودولاتوری تئوری یا نظریه ماژول هاست. خود کلمه ماژول یا حالا فارسیش پودمان مجموعی از یه سری مداره که برای کار خاصی آماده شدن و توی این نظریه میگه که ما یه سری مدارهای از پیش موجود توی مغز داریم که هر کدوم از این مدولا، هر کدوم از این ماژولا برای کارکرد شناختی خاصی تعبیه شدن. اون کارکردهای شناختی خاص مثال‌هاش چیه؟ این که اصلا ما بتونیم اون رفتار هدفمند رو تشخیص بدیم، پیگیری چشمی داشته باشیم، توجهمون رو به اشتراک بذاریم و اصلا بتونیم یه سری نظریه هایی بسازیم بر مبنای اون بازنمایی ذهنی که از تجربه هامون در ما شکل میگیره. پس تو نظریه اول میگه ما اصلا یه سری مدول از پیش آماده برای فهم ماجراهای اون بیرون توی مغز داریم. نظریه دوم تئوری به اسم نظریمون هست، میگه که کودک برای فهم و توضیح مشاهداتش یه نظریه رو میسازه. یه سری mental state concept داره، مفاهیم وابسته به حالات ذهنی که میاد اون روابط قاعده‌مند بین این مفاهیم رو یاد میگیره، بین چیزی که داره مشاهده میکنه، بین رفتارها و اون حالت ذهنی که درش ایجاد میشه. و نظریه سوم میگه من حالت ذهنی دیگری رو با استفاده از فرافکنی و خیال پردازی، تجسم شبیه سازی میکنم و حالا با اون تجربه‌ای که داخلش قرار گرفته بودم این روابط قاعده‌مند بین ذهن و رفتار رو شکل میدم. نکته مهم اینه که باید بدونیم از هر طریقی که اون نظریه ذهن در من شکل گرفته باشه، نظریه ذهن در خدمت ذهنی سازیه و از نظر رشدی مقدمه بر ذهنی سازی. خب بریم سراغ متاکاگنیشن یا فراشناخت. فراشناخت توی تعریفاش اینطور اومده که انگار شناختی درباره شناخته یا یه تمرکز ابتدایی برای شناخت خود. ولز توی سال 2000 اینطور متاکاگنیشن رو تعریف میکنه، میگه هر گونه نالج، هر گونه دانش یا فرایند شناختی که درگیر آغاز، نظارت و کنترل شناخت. اسمی توی سال 2003 یه بخش‌هایی رو به این تعریف اضافه میکنه. میگه اون فرایندهای شناختی که به کارکردهای شناختی مثل حل مسئله در ذهن توجه میکنه و تسهیلش میکنه. ما این رو میتونیم اینطور خلاصه بکنیم: نوعی ذهنی سازی نسبت به نحوه کارکرد. ببینید ما راجع به خود ذهنی سازی میگیم تفکر به حالت ذهنی، اما ذهنی سازی رو معادل با فکر کردن نمیدونیم.
اینجا هم فراشناخت میخواد انگار به نحوه فرایندهای شناختی ما یه آگاهی رو اضافه بکنه که من بتونم مدل حل مسئله، مدل توجهم رو بهترش بکنم، کنترلش بکنم و از این منظر با خود ذهنی سازی شباهت هایی داره. اگر یادتون باشه ما گفتیم ما برای ذهنی سازی درگیر توجه هستیم و اونجایی که از اون حالت دکمه توقف صحبت کردیم. گفتیم ما باید تلاش کنیم برای اینکه توجه کنیم به یه سری حالا اطلاعات خاص و یه سری اطلاعات رو حتی بازداری بکنیم. یه جاهایی به خودمون یه توقفی میدیم ببینیم اوضاع از چه قراره. انگار فراشناخت هم برای مکانیزم های شناختی از این تلاش توجه و از این دکمه توقف استفاده میکنه. مثلا اینکه جاهایی که فرد حالا توی صحبت حتی عادی با ما یه دفعه عصبانی شده، ما میایم توجهش از حسش بیرون میکشیم و ازش میپرسیم که خب علتت برای این عصبانیت چی بود؟ من چه چیزی گفتم که تو اینطوری به هم ریختی؟ اینجا این شباهت ذهنی سازی و فراشناخت به من یه داده درمانی هم میده. چه چیزی؟ اینکه من این توانایی رو دارم که گاهی به جای یک توجه درونی برم به سمت اتفاقی که داره اون بیرون اتفاق میفته. یعنی چی؟ من وقتی عصبانیم این توجه درونی دیگه، توجهم روی حسیه که دارم. گاهی وقتا نیاز توجه خودم یا نیاز توجه مراجع رو ببرم به اون علت بیرونی که این هیجان رو ایجاد کرده، برای اینکه هم بتونم هیجانم رو بفهمم، هم اصلا به این فکر کنم این هیجان چقدر متناسب با اون علت بیرونی هست. یه مسئله دیگه، مثلا توی بیمارایی که اضطراب اجتماعی دارن، این آدم تمام توجهش روی خودشه، اینکه بقیه دارن منو چطوری میبینن، من الان کاری نکنم که اشتباه باشه. و بعد اصلا این تغییر توجهه چه با روی یک دیدگاه فراشناختی، چه با یه رویکرد منتالیزیشن باعث این میشه که این فرد توجهش از خودش و نشانه های مربوط به اضطرابش بره سمت بیرون و بعد اصلا بتونه بسنجه این چیزایی که توی فکرشه، این نشانه هایی که میبینه چقدر با واقعیت تطابق داره. این کارکردهای بازتابی یا رفلکتیو فانکشنینگ برای خود منم خیلی مفهوم جدیدی بود و معناش میشه به کار انداختن، کاربرد پذیر کردن سطح کلی منتالیزیشن. انگار که من میخوام منتالیزیشنم رو به کار بندازم، اجرایی سازیش کنم و چه حالا کاربردی داره. ما از این سنجش کارکردهای بازتابی برای خود سنجش کیفیت منتالیزیشن استفاده میکنیم. خاطرتون هست توی ویدیوی قبلی ما راجع به منتالیزیشنی که نقص داشته باشه یا ما رو از واقعیت جدا بکنه صحبت کردیم و بعد این کارکردهای بازتابی هستن که به ما نشون میدن الان کیفیت ذهنی سازی فرد چقدره. مثلا افرادی که خیلی مقاومن نسبت به این موضوع میشن همون پارانویاها، اونجایی که گفتیم اصلا انگار یه منتالیزیشن منفی داره، ذهنی سازیاش دارای سوگیریه. کسایی که توی این کارکردهای بازتابی نقص دارن و اینم بگم ما توی فصلهای آینده مفصلا راجع به بیس زیستی این موضوع، همون نورهای آینه‌ای اصلا صحبت خواهیم کرد، ولی الان میخوایم فرقش رو با خود منتالیزیشن بفهمیم که بگیم این کارکردها مثلا توی نقص، منی که کارکردهای بازتابیم خوب نیست باعث میشه که منتالیزیشن هم خیلی ساده سازی شده باشه یا گاهی وقتا معمولی اینو انجام بدم. البته این رو هم بدونیم که ما خود رفلکتیو فانکشن رو یه جاهایی به عنوان ظرفیت فهم حالات ذهنی قصدمند هم تعریف میکنیم. پس یه جورایی میتونیم بگیم از یه منظری یه ظرفیتیه برای انجام یا اجرای خود منتالیزیشن و این رفلکتیو فانکشن هم خیلی درست نیست که معادل با این ترم منتالیزیشن ازش
استفاده بکنیم. خب بریم سراغ یک مفهومی به نام ذهن آگاهی یا مایندفولنس که شما حتما خیلی بهتر از من معناش رو میدونین، مخصوصا توی این 1-2 سال اخیر به بیانی خیلی ترند شده. 2 تفاوت اساسی با ذهنی سازی داره. اون تفاوت ها چیان؟ این که ذهن آگاهی تمرکزش بر زمان حاله و فقط محدود به حالات ذهنی نیست. این توجه و آگاهی از تجربه کنونی حال حاضر منه و البته میتونه متوجه هر چیزی باشه. ممکنه من نسبت به یک شی، نسبت به یک گل توجه بکنم، نسبت به نمیدونم تنفسم بیام توجه بکنم، اما ذهنی سازی درگیر یه حالت ذهنیه. انگار که من میتونم ذهنی سازی رو به عنوان ذهن آگاهی با تمرکز بر ذهن تعریف بکنم. و البته این رو هم باید بدونیم که حالا اون ترم رفلکتیوی که توی قبل راجبش صحبت کردیم، این ذهن آگاهی پری رفلکتیوه، انگار پیشا بازتابیه، فقط نیاز به توجه به اکنون داره و اونقدر درگیر یه فعالیت ذهنی آگاهانه مثل ذهنی سازی نیست. اینجا من وقتی که نسبت به هر چیزی در زمان حال توجهم رو جلب بکنم و فقط شروع به فهمش کنم، یه ورودی داشته باشم، یک آگاهی پذیرار، حالا اون ترمش receptive awareness یا open awareness داشته باشم، دیگه برای من کافیه. من دیگه درگیر اون فعالیت ذهنی خیلی نمیشم. و ذهنی سازی چیه؟ جایی که من میخوام ذهن آگاهی متمرکز بر خود ذهن باشه، اتفاقی که توی ذهنم میفته. اون حالت پیشا بازتابی یا پریرفلکتیو که بهتون گفتم، این خیلی جالبه که بدونیم ما توی ذهن آگاهی اونقدر قضاوت آگاهانه نداریم، درگیر فهم آگاهانه نیستیم، یا حتی اگر چیزی رو میفهمیم نمیخوایم الزاماً ازش استفاده‌ای بکنیم، استنباطی بکنیم. همین که بتونیم توجهمون رو به رویداد اکنون جلب بکنیم، ما ذهن آگاهیمون رو انجام دادیم. حالا اگر اون توجه بیاد روی ذهن و ادامه دار بشه، باهاش یه سری فعالیت‌های شناختی انجام بشه، اون موقع بهش میگیم ذهنی سازی. خب بریم سراغ همدلی. برای فهم تفاوت‌هاش اونقدر کار پیچیده‌ای نیست. ما هممون تعریف همدلی رو میدونیم که بیشتر تمرکزش بر دیگری هست و البته تمرکزش هم بر هیجان. پس تا اینجا تفاوتش با ذهنی سازی خیلی مشخص شد. یه بحث دیگه‌ای هم که توی همدلی وجود داره اینه که من اینجا میخوام یه پاسخ هیجانی به دیگری بدم، کاری که ممکنه الزاماً توی اهداف منتالیزیشن نباشه. و البته اصلا هیجانی که داره توی همدلی در من ایجاد میشه، تریگرش هیجان فرد دیگه است. پس از اهدافش میتونیم بگیم که من میخوام یه نفر دیگر رو بفهمم، بتونم باهاش ارتباط بگیرم و بهش یک پاسخ هیجانی مناسب بدم. انگار که ما داریم اون عاطفه و اون هیجان رو نسبت به اون چیزی که ذهنی سازی کردیم نشون میدیم. و اینجا موضوع ذهنی سازی من هیجان دیگری بوده. من با منتالیزیشن دلیلش رو فهمیدم، تونستم حالا خودم هم اون هیجان متناسب رو تجربه بکنم و بهش پاسخ. بعدیمون ایموشنال اینتلیجنس یا هوش هیجانی، ذهنی سازی هیجان در خود و دیگریه و براش چند تا هیته معرفی شد. اول از اون که خب پس فرقش با همدلی شد که من اینجا هم خود رو دارم و هم دیگری.
اون هیته هایی که ما توش هوش هیجانی رو میتونیم ببینیم اینه که خب من اول باید بتونم هیجانم رو ادراک بکنم، بهش دستیابی داشته باشم، توی فکرم یه همانندسازی ازش انجام بدم، بتونم اون هیجان رو آنالیز بکنم، اصلا چیه، شدتش چقدره، متناسب هست یا نیست، و بحث آخر اینی که من بتونم اون رو تنظیم بکنم. شاید توی تمام اینا ما به یاد همون همدلی میافتیم، ما به یاد همون منتالیزیشن دلیل هیجان دیگری میافتیم، اما توی هوش هیجانی من دارم هیجان خودم رو هم منتالیزیشن میکنم و این ذهنی سازیه کارکردهای بیشتری، عمیق‌تری نسبت به همدلی داره، چون توی همدلی من نهایتاً میخوام یه پاسخ عاطفی به دیگری بدم، اما اینجا من میخوام درک کنم، بهش فکر کنم، شبیه سازیش کنم، بیارمش توی ذهنم، آنالیزش بکنم، هیجانم چیه، شدتش چیه، اصلا متناسب هست یا نیست، و بعد از اینکه آنالیزش کردم بتونم اون هیجان رو تنظیم بکنم. خب بریم سراغ ترمای آخر که حالا اینجا شاید یه کوچولو تخصصی تر یا محدودتر از ترمهای دیگه باشن. یکی ترم psychological mindedness هست که من حقیقتا نمیدونستم معادل دقیق فارسیش چی میشه، آیا ازش ترجمه هست یا نه، ولی یه ذهنیت روانشناختی، تمایل به درک روانشناختی. اصلا خود این psychological mindedness چیه؟ ظرفیت و توانایی شناخته که من بتونم بفهمم چه چیزی داره مشکلات فردی منو ایجاد میکنه. انگار یه توانایی برای دیدن ارتباط بین فکر، هیجان و رفتار با هدف این که من بتونم علت و معنای تجربه هام رو بفهمم و اصلا این ظرفیت در من مشخص میکنه، در یه فرد مشخص میکنه که چقدر میتونه فعالانه توی حیطه روان درمانی با ما همراهی داشته باشه. ارتباط یا اون مشخصش با ذهنی سازی چیه؟ یادتونه که ما توی اون ابعاد متفاوت ذهنی سازی از ذهنی سازی آشکار استفاده کردیم. این سایکولوژیکال ماینددنس جاییه که ما آشکارا با هدف قصدمند از ذهنی سازیمون در حیطه درمان، در اتاق درمان استفاده میکنیم. و حالا اینسایت چیه؟ اینسایت میشه محتوای این ذهنی سازی آشکار من که توی حالا اون تکست های تخصصی این ترم سایکولوژیکال ماینددنس ازش یاد میشه. پس من دارم به صورت آگاهانه با هدف فهم دلیل مشکلم، فکر، هیجان، اون رفتاری که نهایتاً منجر به بروز آسیب یا تجربه آسیب توی زندگی من شده رو به هم دیگه ربط میدم. مکانیزمش، راهش، فرایندش چیه؟ یه ذهنی سازی آشکار. و بعد محتوای این ذهنی سازی آشکار است که ما ازش به عنوان بینش یا اینسایت استفاده میکنیم. حقیقتا این بخش کتاب برای خود من جذاب بود. البته من خیلی یه بخشایش رو خلاصه کردم چون احساس کردم اونقدر بررسی تخصصیش هم توی فصلهای آینده اومده بود، هم میتونه اونقدر برای درمان ما کاربردی نداشته باشه. اما شاید برای اولین بارهایی بود که من خودم تونستم به شخص مثلا همدلی رو از هوش هیجانی جدا بکنم، یا اون قضیه متاکاگنیشنه و فراشناخته برای من خیلی معنای بهتری پیدا کرد. امیدوارم که برای شما همین بخش کتاب مفید بوده باشه.